خب ما اینجا تغییراتی داشتیم. اومدیم زیر دفرنسیال بود، قسمت شمشه جلومون از زیر قرار می گرفت. برای اینکه تو ارتفاع بتونیم بدیم اومدیم رو قرار دادیم. همینطور این سمت رو هم باز از قسمت پایین اومدیم یه صفحه پلیت براش تعریف کردیم که رو قرار بدیم که نزدیک 10 سانت به شاسی رو کشیدیم بالا. توی عقب اومدیم این شمش رو که قسمت بالا قرار داشت و اینجا قرار می گرفت آوردیم پایین، 2 تا دونه فضا براش تعریف کردیم و قسمت پایین گذاشتیم. به این صورت تونستیم که 10 سانت ارتفاع بدیم.